الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. بینندگان گرامی، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که معلم بشریتن، معلم من و شما هستند، در حدیث گوهربارشان برای من و شما زیبا می‌فرمایند که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. جناب پیامبر خدا در این حدیث فرمودند که این حدیث را امام مسلم روایت می کند و حدیث صحیح است. پیامبر زیبای من و شما زیبا فرمودند که اگر هر نفر از شما، خواه مرد باشد خواه زن، اگر منکری را می بیند، پس توان اگر دارد به دست خود او را منع بسازد، و اگر توان این را ندارد که به دست خود منکری را از برادر و خواهر خود منع بسازد، پس به زبان خود او را منع کند، و اگر نمیتواند که به زبان خود با طریق امر معروف او را منع بسازد، پس به قلب خود این عمل زشت را بد ببیند. دوستان گرامی قدر، پیامبر خدا که معلم من و شماست، در اینجا ببینیم که 3 درجه این حدیث را بیان می دارد. در هر یک درجه می توان گفت که قدرت و توان انسان را دیده حکم می کند. و منکر یک عملی است که خدا و پیامبر او را منع کردند. منکر عملی است که خدا و پیامبر او را حرام گفتند و برای امت نهی ساختند که از این عمل دوری بجویند. از این منکرها می شود گفت که زنا هست، شراب نوشی هست، خمار است، مواد مخدر استفاده کردن است، دروغ گفتن است، غیبت کردن است. اینها در منکرها داخل می شوند که اگر ما از جانب برادر یا خواهر خود این را دیدیم، در اول باید که به دست خود این را منع بسازیم. برادر خود را اگر می بینیم که در راه زنا می رود، او را منع بسازیم. اگر می بینیم که در راه شراب نوشی است، او را منع بسازیم. اگر توان داریم حتما که او را از دستش باز بداریم از این عمل زشت. اگر در توان ما نیست، شریعت برای ما مجبور نکرده که از توان خود بیرون کاری را کنیم. دوم درجه را برای ما امر کرده که اگر نمی توانیم به دست خود منع کنیم، به زبان خود برادر و خواهر خود را از راه بد، از راه زشت منع بداریم. دوستان گرامی قدر، راه منکر راه است که انسان در چاه می افتد. انسان از حیات جاودانه و خوب خود، از حیات خرسنده خود به حیات تاریکی می رود، از حیات روشنی خود به حیات بدی می رود. پس باید که برادر خود را از این راه گمراهی باز بداریم. به اون خاطر این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زیبا برای من و شما تعلیم می دهد. دوم درجه را فرمودند که اگر نمی توانیم به دست خود این عمل را منع سازیم، به زبان خود منع بسازیم. حالا به زبان منع ساختن خیلی آسان گشته است. می توانیم که با وسیله اینترنت، با شبکه‌های اجتماعی برادر خود را، خواهر خود را اگر در راه بدی هست، می توانیم که چی ثبتی باشد، صوتی باشد، او را از این عمل زشتش باز بداریم، برای اون نصیحت بدهیم. زیرا دین ما خود دین نصیحت است و در تجربه روزگار نشان داده شده است که از نصیحت چه بسا کسان زیاده که خداوند هدایتشان کرده. دوستان گرامی قدر، دوم درجه را پیامبر خدا، دوم درجه طبابت برای بیماری را پیامبر خدا بر نصیحت و بر امر معروف برای من و شما تعلیم دادن که اگر ما منکری را میبینیم، کار حرامی را میبینیم، بعد از که نتوانستیم حتما که با زبان خود او را منع بسازیم. و سوم درجه این حدیث که اگر این هم قدرت نداریم، پس به قلب خود باید عمل زشت را بد ببینیم. و چند نقطه را اینجا باید ذکر کرد و مهمن که در این روزگاری که من و شما هستیم، خیلی منکر، عملهای زشت، عملهای حرام رایج گشته است و در هر کجا دیده می شود. و مسلمان اگر این درجه های اول و دوم را که کرده نمی تواند، حتما که درجه سوم بد دیدن با قلب است. باید این را کوشش کنیم که عمل زشت را دیدیم، در قلب خود نسبت اون ما باید بدبینی داشته باشیم. خدای نکند
اگر در قلب نفری از من و شما بدبینی نباشد نسبت عمل زشت، گناه این نفر در ایمان این نفر در یک حالت قرار دارد، باید که تبابت ایمان خود را کند. یک خلل در ایمان هست که یک عملی را که خدا و پیامبر من ساخته، فرد مسلمان باید او را بد ببیند و این نفر خدای نکرده اگر این عمل را بد نبیند، در ایمانش خلل هست، باید بالای این ایمان کار برده شود. دوستان گرامی قدر، این امرهایی که پیامبر خدا فرمودند برای نجات بشریت است، برای نجات من و شما هست که برادر من و شما، خواهر من و شما در راه منکر، در راه باطل دست نزنند. و حضرت علی کرم الله وجهه یک سخن زیبا دارند که میفرمایند اذا سکت اهل الحق عن الحق توهم الباطل انه فی الحق. اگر اهل حق، اهل کسانی که منکر یک برادر را میبینند و میدونند که این منکر است، اگر به گوش اون نرسانند و اون برادر خود را، خواهر خود را از اون چاه بیرون نکنند، پس همون برادر و خواهر فکر میکند که در راه درست است. اگر یک انسان در حرام دست زده، در زنا، در شراب نوشی، یک نفر او را نصیحت ندهد یا بینماز است، اگر یک نفر او را نصیحت ندهد، وای فکر میکند که همین عمل او عمل درست است، پس دیگر انسان به هلاکت دچار میگردد. و این خاطر دوستان گرامی قدر، اگر ما میبینیم که خواهر ما، برادر ما، یک نفری مسلمان در راه منکر است، در راه زشت و بد است، کوشش کنیم که بر این 3 درجه، 3 طریقی که پیامبر خدا با ما فرمودن، با کدامش که می توانیم که قدرت داریم، خواه به دست خود باشد، خواه به زبان خود، او را باز بداریم. اگر نتوانستیم به قلب خود عمل زشتی برادر و خواهر خود را بد ببینیم. با امید این که خداوند برای ما توفیق بندگی عنایت عطا بفرماید که توانیم به این امرهای پیامبر یک نفر هم که باشد در زندگی ما از تاریکی ها، از گمراهی به سوی هدایت بیاید. انشاءالله که دنیا و آخرت هر نفری که میخواهد که برادرش در چاه نیفتد آباد است. و شما را به الله منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.